در این درس دو مسئله رو می‌بینیم از مرکز ملی تستی نمونه سوال ها. دو مسئله یخیله این مسئله ها یعنی چه مسئله گویم مسئله که مدل رو به خطی به جمله ها گرداندن یعنی مدل دو داشته است و این رو به خطی گرداندن. یعنی چی در نظر دارم؟ مثلا گویم که یک مدلی ساده یعنی به چی مانند است. مثلا یک مدلی ساده گیرم، مثلا 2x minus 4 برابر چند باشد؟ 10 باشد. همین مدل رو این نمونه نوشته قطعی رقم ها قطعی ifade این رو به جمله گرداندن. یعنی چه جمله گردانده میتونید شما یک رقم فرض کنین، فکر کنین مثلا اون رو به 2 ضرب کنین و از نتیجه minus 4 رو ترک کنین و در آخر شما 10 رو به دست گرفتین. رقم اول فکر کرده فرض کرده شما چی است؟ همین نمونه مثال ها. یعنی مسئله رو ما با مدل میگردیم و بعد مدل رو کار میکنیم. بیاین کار کنیم. مثلا اول یا مسئله خونیم. چی میگه مسئله؟ مسئله میگه که عددی رو فکر کردیم، در این وقت هم وقت عددی رو فکر کردیم x گیریم. عددی فکر کردیم نامعلوم، مدل رو نامعلوم فقط x میمونه. با بالایش 5 رو جمع کنیم، یعنی جمعی 5 میکنیم. با بالایش 5 رو جمع کردم و نتیجه حاصلش رو به 3 تقسیم کردم. وقتی که جمع کردیم اینو در قوس گیریم، وقتی که تقسیم شد همین نتیجهش رو به 3 تقسیم کردیم. نتیجه نوی حاصل کردم به 4 ضرب کردم. این ifade نو رو به 4 ضرب کردم و از اون 6 رو ترک کردم. یعنی باید قوس گیرم، یعنی ifade می یک رقم است، از همین ifade 6 رو ترک کردم و در جواب 2 حاصل شد، یعنی برابر است به 2. من کدام عدد رو فکر داشتم؟ یعنی همین مدل، یعنی همین مدل رو به خطی به جمله ها نوشتم و اون رو کار کردم، اون رو خواستم. یعنی این مدل رو چه کار میکنیم؟ یعنی مدل کار کنیم اگر دونین چه کار میکنیم؟ اول مینوس 6 رو به طرفی راست میگیریم. چی میشود؟ همین ifade a گویم من برابر 2 جمع 6 میشود، یعنی 8. یعنی باید اگر من مدل نوشتم x جمع 5 تقسیم 3 ضرب 4 برابر 8 میشود. بعد چیکار میکنیم؟ هر طرف رو به 4 اول تقسیم میکنیم. چی میشود؟ x جمع 5 تقسیم 3 برابر 2 میشود. بعد چیکار میکنیم؟ 3 رو به 2 ضرب میکنیم. x جمع 5 برابر 6 میشود. یعنی در اینجا تقسیم است، برعکس شده ضرب 6 میشود. بعد 5 رو به طرف راست میکنیم، x برابر 1. یعنی جواب ما x برابر 1 میشود. در اینجا خیلی مدل رو تست کار کردم. مقصد مدل کار کردن بود این نمودی سوال ها رو یه بار دیدن، یعنی جمله ها رو به ifade متماتیکی به الگبروی گرانده نامعلوم و با رقم نوشته، بعد مدل رو کار کردن بود. برای فهمیدن با یک تصور بینیم. یک منطقی سوال یک چیز است، لیکن با عدد رقم های دیگر. آرش عددی رو به خاطر گرفت، یعنی فکر کرد، فرض کرد، اون رو به 2 ضرب کرد. با یک بار دیگر نویسیم. ما یک عدد نامعلوم داریم، فرض اون رو به 2 ضرب کردیم. اگر به عددی حاصل شده به نتیجه میاد، عددی 25 رو جمع میکنیم. 25 رو جمع میکنیم و نتیجه این عمل رو با 5 تقسیم کرده شود. همه اونها رو به چی میکنیم؟ با 5 تقسیم میکنیم. تقسیم کسر که به خاطر راست گیرم و این نتیجه رو با 5 تقسیم میکنیم. با 5 تقسیم میکنیم. در آخر عددی x 1 حاصل شد. آرش کدام عدد رو به خاطر گرفت؟ یعنی باز همینجا چیکار میکنیم؟ مدل رو از جمله به مدل گرداندیم با رقم و نامعلوم ها. یک نوع ifade الگبروی است. چیکار میکنیم؟ مدل رو کار میکنیم. اول که اینجا تقسیم 5 بود ضرب میکنیم با 101
بیاین دیگر رنگ رو گیرم. چی میشود؟ 2x جمع 25 برابر است به 5 ضرب x تو 1. یعنی 5 ضرب x تو 1 چی؟ با 5 تو 5 برابر است. ما میدونیم یعنی باید بنویسم 2x جمع 25 و 5 تو 5 برابر است. بعد چیکار میکنیم؟ 25 رو به طرف راست میگیریم. 5 مینوس 25 و این طرح به چی برابر میشود؟ به 480. بعد به 2 ضرب یک رقم تقسیم میکنم. x برابر میشد به 480 تقسیم 2. یعنی x ما در آخر به چی برابر میشود؟ 240. یعنی جواب ما 240 است. یعنی با یه بار دیگر معادله رو به جمله ها گرداندن شما باید برعکسش رو کنین. وقتی برعکس کردیم بعد معادله رو کار کردن لازم است.